داستان سلاح و مهمات ترامپ. سلاح‌هایی که منفجر شدند اما هنوز خبری از آنها نیست. کجا هستند؟ شکری برادوست، محقق روابط بین الملل و مفسر سیاسی، در صفحه فیسبوک خود نوشت: تا این لحظه آنچه روشن شده و امروز نیز در پرسش خبرنگار شبکه رودا و دیار از مارکو روبیو و پاسخی که او به نوعی از آن طفره رفت دیدیم، این است که تسلیحاتی که دونالد ترامپ بارها به آن اشاره کرده، گاه با اعداد متفاوت کم و زیاد، در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه نگهداری می‌شوند. به احتمال زیاد در یکی از پایگاه‌های ایالات متحده در اقلیم کردستان. همچنین تاکنون هیچ یک از گروه‌های کردی این سلاح‌ها را دریافت نکردند. اکنون پرسش اصلی از ترامپ باید این باشد: آیا این تسلیحات را در اختیار مردم ایران قرار خواهد داد؟ و اگر چنین است، این سلاح‌ها به کدام گروه تحویل داده خواهد شد در صورتی که قرار باشد مردم مسلح شوند؟ در همین زمینه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به سوالات روداوو پاسخ داد. روبیو اظهار داشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از تصاویر سرکوب مردم ایران دلشکسته است. روبیو همچنین گفت که ترامپ می‌خواهد شهروندان این کشور بتوانند در برابر آنچه برایشان اتفاق می‌افتد مبارزه کنند و همچنین اطلاعاتی در مورد اعلامیه‌های تسلیحاتی. دیار کرده، خبرنگار روداوو در واشنگتن، از روبیو در مورد اعلامیه‌های ترامپ مبنی بر دادن سلاح به گروه‌های کرد برای تحویل به مردم ایران پرسید. این در حالی است که احزاب کرد و دولت منطقه کردستان اعلام کردند که هیچ سلاحی به آنها تحویل داده نشده است. همچنین ذکر شده است که این سلاح‌ها در پایگاه‌های نظامی ایالات متحده هستند. مارکو روبیو اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد این موضوع را روشن کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت: در نهایت آنچه رئیس جمهوری بیان می‌کند و به نظر من بارها هم بیان کرده، این است که آرزو می‌کند ای کاش مردم ایران چنین شرایطی نداشتند. آقای روبیو گفت: دونالد ترامپ با دیدن این تصاویر، خشونت‌های رژیم علیه مردم، واقعاً دلشکسته می‌شود. تصور کنید شما یک ایرانی هستید. از اینکه اقتصاد برایتان کار نمی‌کند ناراضی هستید. آزادی ندارید و فرصتی برای بیان عقاید خودتان ندارید. دوستانی دارید که صرفاً به خاطر شرکت در اعتراضات با شلیک گلوله به سر کشته شدند. اینکه ببیند با این مردم چنین رفتاری می‌شود و در نتیجه هیچ ابزاری برای مقابله با دولت خودشان ندارند، برای او واقعاً دردناک است. روبیو: جمهوری اسلامی رژیمی وحشی است که مردم را از جرثقیل اعدام می‌کند تا همه ببینند. دونالد ترامپ آرزو دارد مردم توانایی مقابله داشته باشند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت که جمهوری اسلامی جان 23,000 غیر نظامی از 87 کشور را در خلیج فارس به خطر انداخته بود و عملاً آنها را گروگان گرفته بود، مثل ده‌ها هزار شهروند ایرانی که تنها به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز کشته شدند. او افزود: پرزیدنت ترامپ برای نجات این افراد و ملوانها وارد عمل شده است تا به دنیا در مقابل رژیم یاغی ایران کمک کند. ایران یک رژیم بیرحم است. روبیو گفت که این یک جای نگران کننده برای ترامپ است که می‌بیند این مردم سرکوب می‌شوند و قادر به انجام هیچ اقدامی علیه دولت نیستند. روبیو به رژیم تهران اشاره کرد و ادامه داد: اگر به یاد داشته باشید، در جریان اعتراضات سال 2009 دولت ایران مردم را در خیابانها می‌کشت. این یک رژیم بیرحم است. آنها مردم را با جرثقیل در وسط شهر می‌کشند تا مردم بتوانند آنها را ببینند. آنها به کشتن مردم ادامه می‌دهند. آنها 15 سال است که این کار را انجام می‌دهند. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که هدف رئیس جمهور ترامپ این است که مردم ایران بتوانند در برابر این وضعیت بایستند. روبیو همچنین گفت: من این را چیزی متفاوت از آنچه در این عملیات ویژه قبل از پایان آن انجام شد می‌بینم. مطمئناً با عملیاتی که اکنون در حال انجام است متفاوت است. و اما لازم به گفتن است که در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران آنقدر داستان و اخبار نادرست و ضد و نقیض پخش شده که دیگر از سوی عادی شده و از سوی بی‌باور.
داستانی هم سرهم شد که به کردها اسلحه داده شده تا بروند توی مردم پخش کنند. بعد این کار را نکردند. آیا اگر مردم ایران اسلحه هایی که آمریکا به آنها به صورت هدیه فرستاده است را به دست بیاورند، فوری قیام می کنند و بعد تنگه باز می شود؟ ماشاءالله. در جریان جنگ اخیر تعداد مفسرین و تحلیلگر و کنشگر و روشنگر و خلاصه همه فن حریف هم کم نبود و حالا یک تفسیر دیگر. آخر مگر اسلحه نقل و نبات است؟ قیام مسلحانه مگه کشک است؟ 3 هواپیما و 4 هلیکوپتر را به فنا رفت برای نجات 2 خلبان. التماس می شود تنگه را باز کنند؟ جرأت نمی شود 100 سربازت را زمینی بفرستند، بعد اسلحه می خواهند پخش کنند که کاری که دیگران جنمش را نداشتند را مردم بیچاره و جنگ زده و سرکوب شده ایران انجام بدهند؟ مگر دنیای سیاست قماربازی در وگاس است؟ کلی کشتی و پهباد و غیره سر مرزها خوابانده شده، بعد فرمان داده می شود که مردم ایران مسلح بشوند؟ بر پدر آن جنبشی لعنت که پای بعضیها را به جدال مقدس و مشروع مردم ایران با حاکمیت باز کرد. یک تعدادی خامفکر که از قولشان میگوید مردم ایران جنگ میخواهند. شاید سرتاپای این سناریو دروغ است. هرچی حرف درباره اسلحه و کردها زده دروغ است. سلطنت طلبها را جلو انداخته تا چاک دهانگشاد خود را باز کنند، علیه مردم کردستان لومپنبازی در بیاورند. یک مشت فاشیست بی‌اینده‌ده. حالا شما نگاه کنید، آن جنبشی که مدافع این بابا بشود دیگر باید چقدر ابله باشد. و داستان ادامه دارد.